خب پیشنهاد ما چی هست؟ پیش از همه به حکومت جمهوری تاجیکستان که هر چه زودتر سیاست خود را به طور آشکار و علنی درباره افغانستان همسایه اعلان کند و اولین اقدامی که کرده میشود باید دعوت رهبران و شخصیت‌های سیاسی افغانستان که با کشور ما دوست و همفکر و همسو هستند باید به دوشنبه صورت بگیرد. جناب امام علی رحمان باید در نزدیکترین وقت از شخصیت‌های خیلی هم مهم و تجربه دار و آنهایی که در سیاست افغانستان هنوز هم تأثیر دارند و هجرت کردند با در نتیجه این حادثه‌های گوناگون از آنها دعوت کند به طور آشکار در دوشنبه آنها پذیرایی بشن، با آنها شرایط مساعد داده شود و این فقط به خاطر راه اندازی یک روند مصالحه و گفتگو در افغانستان. خدای نکرده بعضی‌ها این رو پیشنهاد ما رو این طور نفهمند که یا این پیشنهاد یا سیاست‌های آینده تاجیکستان بر علیه کدام گروه یا کدام اطراف در افغانستان صورت خواهد گرفت. نه، این باید در راستای منفعت‌های کشوری ما تاجیکستان، منفعت‌های افغانستان و بخصوص مردم افغانستان باید صورت بگیرد و هیچ جای ترس و نگرانی هم نیست. همه نیروها و نه تنها در داخل افغانستان در سطح جهانی این را درک خواهند کرد. اگر کسی کمترین آگاهی از سیاست بین المللی دارد میداند که این یک کاری خیلی هم طبیعی و عادی باید باشد. ترکیه از دوستان دعوت میکند، در انقره از او پذیرایی میکند و کسی حکومت ترکیه را متهم به آن نکرده است که دخالت در کارهای افغانستان میکند یا از یکی از نیروهای افغانستان پشتیبانی میکند. امروزها ما میبینیم برخی از رهبران سیاسی افغانستان در ایرانند، در پاکستانند، در امارات متحده عربی هستند. حتی پرزیدنت قبلی فراری افغانستان اشرف غنی در امارات هست. من شنیدم که دیروز بعضی از این شخصیت‌ها به لندن و بریتانیا سفر کردند. چرا در دوشنبه نباشند؟ چرا در تاجیکستان نباشند؟ و اگر تاجیکستان پذیرایی کند، دعوت کند از این شخصیت‌ها که نزدیکتر به وطنشان باشند، در پهلوی افغانستان باشند و این روند مصالحه و مذاکره بین نیروهای افغانستان زودتر انجام شود، چه بدی دارد؟ بنابراین پیشنهاد ما این است که جناب امام علی رحمان که خود را پیشوای تمام تاجیکان جهان اعلان کرده بود و تاجیکستان را دوشنبه را خانه امید همه تاجیکان جهان اعلان کرده بود، اکنون وقتی عملی کردن این شعارها فرا رسیده است و نگران نباشد از کسی و باید که این سیاست وطن دوستانه و در راستای منفعت‌های ملی تاجیکستان و افغانستان را هر چه زودتر راه اندازی کند. البته من الان در این صحبتم درباره سفر امام علی رحمان به پاکستان و در اونجا چه توافقات کردند با طرف‌ها از آن جمله با در مسئله طالبان هم در اینجا نخواهم گفت چون به نفع این صحبت امروزه ما نیست، اما ما پیگیری خواهیم کرد، منتظر خواهیم ماند که چگونه اقدام‌ها برداشته میشه، چون تا این جای کار متاسفانه اقدام‌ها نه طبق اون وعده‌ها و شعارهای وطن دوستی و ملت دوستی بود و نه طبق منفعت‌های ملی و دولتی ما هستند. بیشتر از این من وارد جزئیات درباره این سفر و توافقات و این خاموشی که الان حکومت تاجیکستان پیش گرفته است من صحبت نخواهم کرد. ما منتظر خواهیم ماند که چه اقدام‌های عملی را در این راستا حکومت تاجیکستان خواهد برداشت. اما اینکه خاموش بیستند و بعداً یک گروه از فیک ها، یک گروه از احزاب و گروه ها را به میدان بکشانند و اونها را علیه ملت ها، قوم های دیگر در فیسبوک در جاهای دیگر، من فکر میکنم که این نه مناسب به یک ملت و به یک دولت مثل تاجیکستان است، نه مناسب به ملت تاجیک هست و یک کشور جدی، یک حکومت جدی و یک ملت سرفراز این کار را نخواهد کرد، بلکه با استواری آشکار از منفعت‌های ملت خود، از منفعت‌های دولت خود و از منفعت‌های مردم همسایه و دوست افغانستان آشکار حمایت خواهد کرد و من مطمئنم، باور دارم که این سیاست نه تنها در داخل تاجیکستان بلکه در منطقه و در جهان و پیش از همه در افغانستان پشتیبانی جدی پیدا خواهد کرد.